سلام بیننده های عزیز، امید است که خوب و صحتمند و سر حال باشین و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های مسیر صحت. و موضوعی که امروز انتخاب کرده بودیم نظر به پیشنهاد شما هموطنان گلم ساییدگی زانو است. امید است که تا آخر بیننده برنامه باشین و بدونین گپا و گفتنیایی که نمیدونستین راجع به ساییدگی زانو. اما فعلا قبل از یک صحبت خود با جناب دکتر صاحب آغاز بکنیم، میریم بسته معلوماتی را میبینیم و زود برمیگردیم. زمانی که زانو درد داریم چگونه ورزش کنیم؟ زانو یکی از مفاصلی است که احتمال آسیب دیدن آن در بین ورزشکاران زیاد است. ورزشکارانی که مشکل زانو دارند باید موارد خاصی را به هنگام ورزش رعایت کنند. با گزارش ایسنا و به نقل از لیکویب، ورزشکارانی که مشکل زانو دارند باید نکات خاصی را به هنگام ورزش رعایت کنند و حتی در انتخاب ورزشی که انجام می‌دهند محتاط باشند. نکات زیر می‌تواند قابل توجه باشد. به درد طولانی مدت توجه کنید. زمانی که زانو مرتب درد می کند باید به این درد توجه کرد و شدت فعالیت ورزشی را کاهش داد. مراجعه به دکتر. افرادی که مشکل جدی زانو دارند باید به دکتر مراجعه کنند و با عکس برداری MRI مشکل زانو را مشخص کنند. دکتر می تواند توصیه لازم را درباره فعالیت ورزشی که این افراد می توانند انجام دهند را فعالیت های ورزشی که نباید با زانو درد انجام دهند. فعالیت های ورزشی شدید نباید با زانو درد انجام شود. ورزش های همچون دویدن، تنیس، راگبی، زومبیا و بوکس را کنار بگذارید. به جای این روش ها ورزش های با شدت کمتر را انتخاب کنید. ورزش هایی که می توان با زانو درد انجام داد. ورزش هایی که فشار زیاد به زانو نمی آورند عبارتند از شنا، یوگا، دوچرخه سواری و تمامی ورزش‌های آبی برای افرادی که درد مفاصل دارند مناسب هستند. حتی اگر می‌خواهید راه بروید، این کار را در آب انجام دهید تا فشار کمتر زانوی شما متحمل شود. خب بیننده های عزیز، برگشتیم بسته معلوماتی رو تماشا کردین و موضوعی که امروز انتخاب کردیم روش بحث بکنیم ساییدگی زانو است. و دکتر صاحبی که با چهرهش آشنا هستین، با نامش آشنا هستین، دکتر صاحب بسیار خوب با خود داریم، دکتر صاحب حسن فجر و متخصص امراض ارتوپدی. سلام دکتر صاحب، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام عرض ادب داریم خدمت تمام علاقمندان برنامه. تشکر از شما که اینجا زحمت کشیدین، قدم رنج فرافرم بودین. وجود شما هموطنان عزیز از گزند روزگار، از حوادث بد روزگار در امان باشه و با یاد نام خدا برنامه خدا آغاز میکنیم. زنده باشین دکتر صاحب. از شروع که یک تعریف داشته باشیم از موضوع برنامه خود که ساییدگی زانو است، میشه به ما معلومات بدین و یا تعریف بکنین که بیننده ها بیشتر بدانن؟ خب من میخوایم عامیانه صحبت کنم، عام فهم گپ بزنم. یعنی عموما مریضا به معاینه خانه ما مراجعه میکنن و اینا میگن که مرا گفتن دکترها که مواد مفصلای تو کم شده. دقیقاً. و بسیارش میگه که استخوانایت نیش کشیده، استخوان زانو. و بسیارش حتی میگه که زانو استخوان اضافه سبز کرده در زانویت. و میگن که در پیش بعض دکترها رفتم، مرا گفتن که زانوی شما نزدیک شده. من نمیفهمم کدام از اینا راست میگن. ما این میره تحت یک عنوان کلیه که به نام اوستئوآرتریتیس یاد میکنیم یا ساییدگی زانو یاد میکنیم. ایده میخوایم تحت مطالعه قرار بدیم. یعنی شما میفهمین که سطح مفاصل توسط یک مواد لشم که به نام غضروف یاد میشه احاطه شده، پوشیده شده. یعنی سطح دو مفصل، سطح دو استخوان توسط یک مواد لشمی که به نام غضروف یاد میشه احاطه شده که این غضروف باعث حرکات نرم و ملایم در زانو میشه. یعنی اگر ما تمام مفاصل خود حرکت بدیم ببینیم که با آسانی و به سهولت میتونیم ما حرکت بدیم بدون کدام درد. یعنی آغاز اوستئوآرتریتیس یا آغاز ساییدگی زانو از اثر هر نوع تخریشه که چی به شکل کسبی باشه و چی نظر به ازدیاد سن باشه به وجود بیایه. این تخریش باعث ازی میشه که آهسته آهسته فرد به سمت ساییدگی زانو یا به سمت اوستئوآرتریتیس ببره. بسیار خوب دکتر صاحب، بین روی علتاش صحبتایی می داشته باشین که بیشتر بیننده ها بدونن که چی سبب ساییدگی زانو میشه. بله، ساییدگی زانو یعنی پیری زانو.
یعنی ما ساییدگی زانو را یا پیری زانو را به دو علت تقسیم میکنیم از نظر علل. یکی شکل پرایمری است یا شکل اولیه است، یکی شکل سکندری یا شکل ثانوی است. شکل پرایمری یا شکل اولیه به چی مفهوم؟ یعنی ما طفل هستیم، نوجوان میشیم، جوان میشیم، پیر میشیم، بالاخره به سن کهنسالی میرسیم. به می سیستمی که تمام وجود ما فرسوده میشه، یعنی مواد مفصلای زانو یا تخریش در غضروف مفصل زانو هم به وجود میآید که این شکل به نام شکل پرایمری اوستئوآرتریتیس است، یعنی شکل طبیعی است. یعنی زانوی ما با ازدیاد سن که در خانم‌ها بعد از سن 40 به وجود میآید و در مردها بعد از سن 60 سالگی به وجود میآید که این شکل ساییدگی زانو را به نام شکل طبیعی یا شکل پرایمری یاد میکنیم. و بعضی از اشکال دیگه از این است که در سنین جوانی، یعنی شخص یا مریض به او سن نیست که در نزد از او ساییدگی به وجود بیاید، اما به وجود آمده که علتای از این چی است. اولین علت از این که است تروماست، یعنی ضربه خوردگی. یعنی اولین توصیه ما برای تمام هموطنان ما عزیز، زمانی که مفصل زانویشان ضربه میخوره، اینا کوشش کنن که به نزد دکتر ارتوپد مراجعه کنه تا یک قالب بر از این مانده شود که از حرکات اضافی جلوگیری شود و یعنی باعث تخریش بیشتر غضروف مفصل نشه. یعنی یکی از علت از این که است تروماس یا ضربه خوردگی است. علت دوم از این که است چاقی است. یعنی در حالت عادی هر میلیمتر مفصل ما 4 پوند یا 4 پاو وزن تحمل میکنه. بنان زمانی که وزن بدن ما زیاد میشه، زانوهای ما یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، سه هفته، 4 هفته بالاخره به یک مدت با امی وزن زیاد مطابقت میکنه. بنان به یک مدتی میرسه که مطابقت کردن نمیتونه، باعث ازی میشه که در نزد شخص ساییدگی زانو به وجود بیاد. سوم علتش هر آن نوع مداخله جراحی که بالای از این صورت بگیره، بالای مفصل زانو صورت بگیره و باعث تخریش غضروف مفصل شوه، میتونه که منجر به این شوه که در نزد شخص ساییدگی زانو به وجود بیاد. و علت دیگه از این شکل ژنتیک یا شکل ارثی از این هم میتونه که باعث از این شوه که در نزد شخص ساییدگی زانو بروز کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، در چه سنین بیشتر دیده میشه؟ شما گفتین که ایره به نام سن پیری یا مرض ساییدگی پیری یاد میکنن، ولی میشه در جوانان گفتین پیدا شوه. در چه سنین بیشتر دیده میشه و ایره میشه به ما بگوین که در جوانایی که پیدا میشه بیشتر عاملش چی است؟ خب ما گفتیم که شکل پرایمری از این که است شکل طبیعی است. یعنی مثل که لباس ما کونه میشه، زانوی ما هم کونه میشه، یعنی شکل طبیعی یا شکل پرایمری شکلی است که یک روز مرام میگیره و خودتون میگیره و کلاگیره میگیره. یعنی چیز طبیعی است. چیز طبیعی است، بله. که در خانم‌ها بعد از سن 40 و در مردها بعد از سن 60 سالگی به وجود میاد. اما شکل سکندری از این که است، یعنی هر آن شخصی که زیادتر کاندید به بعضی از ریسک فاکتورها یا فاکتورهای خطرسازی که من نام گرفتم، مثلا چاقی، بله، مثلا شغل دارن که بسیار در زینه و بلندی زیاد تا و بالا میشن، شغل دارن که مثلا بسیار زانوقات میشینن، شغل دارن که بسیار ثقیل کاری میکنن، شغل دارن که خود از اینا وزن از اینا زیاد است، و شغل دارن که مثلا فوتبالرها زیاد هر آن نوع ضربه یا ورزشکارا ضربه در زانو میخوره. یعنی اینی شکل سکندری است که این عوامل که من نام گرفتم میتونه که منجر به ساییدگی زانو در نزد شخص شود. بسیار خوب دکتر صاحب، روی اعراض علائمش صحبت داشته باشین. یک فرد که دچار ساییدگی زانو هست، کدام اعراض علائم نزدش بیشتر دیده میشه؟ خب شکل ساییدگی زانو ما به 4 گرید تقسیم میکنیم. درجه اول است، 2، 3، 4 است. در مجموع اعراض کلیه که مریضا از او شکایت میکنه، همیشه مریض میگه دکتر صاحب در زینه و بلندی زیاد تا و بالا شده نمیتونم. میگه در زینه که تا و بالا میشم پایم سیخ میزنه. مریض میگه زمانی که میشینم پس دوباره خسته نمیتونم. دوم. سوم دیگه که هست میگه پیش از اینکه این دردا پیدا شوه ترق میکرد زانویم زیاد. ترق زیاد میگه. دقیقاً همین سوالا میخواستم پرسم بکنم، این ترق پیش از اینکه دیگه روی اعراض علائمش صحبت داشته باشیم، این ترق چی است دکتر صاحب؟ یک فرد از همین شکایت داشته باشه. اصلا حباباتی هست یا موپوقانه هایی هست که از بین دو لیگامنت از بین مایع سینوویال خارج میشه، یعنی ایده به نام کلیکینگ اف د نی جوینت یاد میکنیم ما. یعنی تا وقتی که باعث بروز اعراض علائم یا بروز درد در نزد شخص نشده، این نوع قابل تشویش نیست. یعنی اگر یک شخص زانوهایش ترق میکنه و اگر این شخص درد نداره، باعث هیچ نوع کدام بروز کدام مشکل نمیشه. اما اگر با درد همراه است، ایجاب پذیر میکنه که این به نزد یک متخصص ارتوپد مراجعه کنه و یعنی پیگیری کنه.
چون که زیاد دوستای ما این مشکل داشتن و به تشویش بودن، خوب است که همین حل شد. بله ان شاء الله که در برنامه آینده یک برنامه خواد گرفتیم که مختص روی طرق مفاصل است، تمام مفاصل. میریم ادامه صحبت شما بشنویم. خب یکی گفتیم که مریض از اینه و بلندی تا و بالا شدن نمیتونه، وقتی که میشینه دوباره جای خیسته نمیتونه، زانوهایشان طرق میکنه و مریض میگه روزی که زیاد کار میکنم شب میگه پایم درد میکنه، سوخت میکنه، پوندیدگی پیدا میکنه مفصلای پایم. و چیزی که بسیار مهم است مریض میگه صبح وقت که میخیزم زانوایم بسیار شخ است، تا خوب یک 10 قدم 15 قدم راه میرم میگه بازی باعث ازی میشه که این آستا خود آواز کنه. البته من باز هم میگم که نظر به درجه که آیا درجه اول است، 2 3 4 است، یعنی نظر به این است که بازم اعراض علائم فرق میکنه و این اعراض را که من نام گرفتم در مجموع اعراض ساییدگی زانو یا اوستئوآرتریتیس است. بسیار خوب دکتر صاحب، وطنای ما یعنی این سوال دارن از شما یا از من خواستن از شما پرسان بکنم، میگن رسمان زدن چقدر میتونه به ساییدگی زانو یک عامل باشه یا علت باشه؟ خب در مجموع به تمام دردهای زانو و دردهای کمر یکی دوش بسیار مضر واقع میشه و یکی ریسمان زدن. اما برعکس بایسیکل رانجی خیلی مفید است و این چیزی است که طبابت هم میره ثابت کرده. بسیار خوب. از گریدای شما صحبت‌های داشتین دکتر صاحب، امی 3 گرید که شما گفتین یا 4 گرید که بود، چطور میتونیم تشخیص بکنیم که شخص در کدام گرید قرار داره؟ خب تماما تشخیص یک دکتر یعنی به 3 مرحله یا 4 مرحله که هست به او اکتفا میکنه. یعنی مرحله اول که هست اعراضی است، یعنی چیزی است که خود مریض میگه که فکر میکنم که مهمترین بخش تشخیص است. یعنی مریض میگه به نظر ما میگه زانوایم درد میکنه. خب مادر جان خاله جان چه قسم درد میکنه؟ میگه وقتی که دزینه و بلندی تا و بالا میشم درد میکنه، وقتی که میشینم خیسته نمیتونم، طرق هم زیاد میکنه، صبح وقت که میخیستم شخی دارم. خب این چیزی است که یعنی بخش اول است. بخش دومی که هست یعنی ما معاینه فیزیکی میکنیم. در معاینه فیزیکی یعنی به این مفهوم که مریض بالای میز معاینه بالا میکنی و میبینیم که حرکات زانو محدود میشه، دردناک میشه و 2 کاندیل یعنی دو قسمت های زانو را که وقتی که ما پچق کنیم باعث درد میشه، در نزد شخص دردناک میباشه. و سوم که هست معاینات تشخیصی است. بعضا ما چیزایی را که کشف کردیم یعنی در نزد مریض پیدا کردیم، این یک تشخیص احتمالی است که ما برش میدیم، میگم احتمالاً این شخص ساییدگی زانو داره. اما وقتی که معاینات ما مکمل شد، اکسری از زانو گرفتیم، نظر به اکسری ما میفهمیم که تشخیص قطعی میشه. به این خاطر است که در تمام دنیا یک اصطلاحی است، میگن معاینات چشم دکتر است. یعنی معاینات است که دکتر به تشخیص نزدیک میسازه و از روی اکسری که 3 علامه مشخص داره ما میتونیم که ساییدگی زانو را بفهمیم که این بعضی از موضوعات تخصصی است که من نمیخوایم روی ازی زیاد صحبت کنم. ساییدگی زانو دکتر صاحب چه زمان میتونه پیشرفت بکنه و چی سبب تجدیدش میشه؟ خب چیزی که بسیار مهم است، سوال بسیار خوبی هم کردین. ساییدگی زانو یعنی میگن که در تداوی یک مریض 3 چیز رول داره: دکتر با حوصله، مریض زحمت کش، دوای با کیفیت. یعنی ما نمیتونیم که همه چیز در گردن دکتر پرتیم، دوا خوردم دوایم کار نکرد. اما وقتی که از مریض ما پرهیز میکنیم، مهمترین پرهیزی که ما برای مریض میکنیم میگیم شما زیاد دزینه و بلندی تا و بالا نشین. مهمترین پرهیزی که برش میکنیم میگیم شما زیاد زانو قات نشینین، مثل 4 زانو، سر 2 عینک زانو، سر 2 پای، در نماز، در تشناب نشینین. و دیگه چیزی که بسیار مهم است برای مریض ما توصیه میکنیم که شما هیچ وقت در زمین نشینین، در چوکی بشینین. به خاطر که اینا وقتی که در زمین میشینن دوباره پس که میخیزن، یعنی باعث عظیم میشه که ایدگام یک استخوان یک مفصل به مفصل دیگه چسبیده شوه و تخریشات بیشتر به وجود بیاید. یعنی در مجموع انمی عواملی که باعث بروز درد مریض میشه، این میتونه که باعث پیشرفت ساییدگی زانو از یک گرید به دیگر گرید شود. خب دکتر صاحب، هموطنان ما یعنی زیادتر کوشش میکنن دوای درد استفاده بکنن اگر زانوشان درد میکنه و اگر ساییدگی داشته باشه با دوای درد خود تسکین میکنن، ولی نمیرن نزد دکتر مراجعه نمیکنن. و این چقدر میتونه که مضر باشه یا چقدر میتونه ضرر داشته باشه به ساییدگی زانو که او پیشرفت بکنه و مریض آیسته آیسته بر رو به وخامت بره و به زیادتر شوه بیماریش. خب ما یک چیز باید از بفهمیم. امروز مردم ما هم هوشیار از نام خدا.
ما یکی بخش تسکین داریم، یکی بخش مداوا داریم. مداوا را با تسکین فرق کنیم. یعنی تسکین دوایی است که فقط درد کاهش میده اما مرض گم نمیکنه. خب درد چیزی است که باعث بروز مشکل در نزد مریض شده. درد فاکتوری است که باعث مراجعه مریض به دکتر شده. ما به هر رقمی که میشه باید از درد از نزد مریض گم کنیم، چرا که همین درد باعث شده که مریض به نزد دکتر مراجعه کرده و همین مریضی که پیش ما آمده نظر به درد سر ما قضاوت میکنه. مثلا اگر درد مریض گم شد میگه دکتر دوایش کار کرده، اگر نشد میگه کار نکرده. بدان نمیشه که ما هیچ وقت آنالژیک هم ندیم، دوای درد هم ندیم. دوای درد یک بخش از تداوی است. اما نظر من است در مجموع، نظر شخصی من است که ما باید فوکس زیاده، دقت زیاده سر دوای اصلی پرتیم، 70% 80% و 20% یا 30% دوای درد بر مریض تجویز کنیم و یک دوای درد بسیار قوی در کنج نسخه خود بر مریض نوشته کنیم و برش بگوییم که برادر یا هموطن، زمانی که اگر درد تو بسیار زیاد میشه، ناراحت میشی، تو میتونی که از این دواها استفاده کنی. و ایره ما هم باز بگویم که دوای درد فقط درد گم میکنه، هیچ وقت مرض گم کرده نمیده. خیلی تشکر دکتر صاحب. خب بیننده های عزیز، بخش اول برنامه بود که ما روی علت و همچنان چگونه تشخیص میشد صحبت دکتر صاحب شنیدیم. فعلا میان برنامه میگیریم و زود برمیگردیم.